سلام بچه ها، امروز اومدیم که یه باگ هست بهتون یاد بدم. هر ماشینی که دلتون میخواد میتونید بردارید. الان من این همین تیتا سیبرا که با پول واقعی نگاه کنید من با پول واقعی چون میگیرم شاید نشه، ولی نگاه الان با این ماشینی که خودتون دارید میرید همینجا این دوتا رو با هم میزنید. دیدید این انتخاب با رو تیتر الان نگاه کن، میری داخل مپ میتونی چیز کنی. نگاه حالا وایسا برم داخل. میبینی الان به راحتی میتونی هر ماشین دلت خواست برداری، حتی اگه مد شده هم نمیشه. پولمو نگاه کن، مد شده هم نیست.